رابطه تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی با تشکیلات تروریستی بین الخلقی به نام دولت اسلامی یک داستان کلان است، زیرا این نهضت با داعش دو خیل پیوستگی دارد: پیوند معنوی و ایدئولوژی و رابطه ساختاری و نظامی. اگر کارنامه تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را با فعالیت دهشتناک داعش در عراق و سوریه مقایسه کنیم، صدها مورد ماننده فکر و عقیده و طرز فعالیت این دو تشکیلات را می‌بینیم. اگر سالهای آخر تمام جهان از وحشیگی‌های گروه افراطی و تروریستی به حیرت آمده باشد، جنایت‌های تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی از آنها یگان کمی ندارند. در حقیقت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی همان داعش است و داعش همان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی. نهضتیان در سالهای 1992-2000 در ناحیه‌های منطقه رشت داعش خود را تطبیق کرده نظام شدید ظالمانه خود را جاری نموده در بعضی مسائل‌ها از داعش هم دهشتناکتر بودند. مناسبت جنایتکارانه تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی نسبت به اهالی آسایشته، اهل علم و فرهنگ، اهل هنر، زنان و دختران، مال و اموال مردم و زیرساختارهای کشور از داعش هیچ کمی نداشت.